الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة. از ابو هریره راضی شد الله تعالی از او گفت این که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: هر وقتا که نماز خواند یکی از شما برای مردم، پس سبک بخواند، زیرا اینکه در مردم شخصان ضعیف هستند و شخصان بیمار هستند و شخصان کلانسال هستند. و هر وقتا که نماز خواند یکی از شما برای خودش، پس هر چی مقداری که میتواند دراز بخواند. حدیث متفق علیه است از امام بخاری و امام مسلم. و در دیگر روایت آمده است: شخصان حاجتدار، زیرا که مردان حاجتدار کاردار هستند که باید نمازشان را زودتر خوانده از پس کار و زندگیشان بروند. معنای فلیخفف علما میگویند این امر دلالت میکند بر واجب بودن کوتاه‌تر خواندن نماز، و حتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم غضبناک شدند. در دیگر حدیث آمده است که میگوید: هر وقتا که یکی از شما برای مردم نماز خواند، پس باید سبک خواند. این امر رسول الله صلی الله علیه و سلم است بر امامان، تا اینکه هر خیلی که دلشان میخواهد نماز نخوانند برای مردم، و مردم را باید آزار ندهند. و بعض امامان را وقتی که نصیحت میکنی نصیحت را گوش نمیکنند، و بعضیشان وقتی که مردم از دراز شدن نماز شکایت میکنند آنها را امام عیب میگیرد و حتی دشنام هم میدهد. و این همه اش مخالف شریعت است، زیرا این امام از جانب الله و رسولش امر شده است که باید به مردم سبک گیرد، زیرا اصل سبک گرفتن است در قرائت سوره ها. و بعضی از اهل علم گفتند که این امر در همه رکنهای نماز دلالت می کند، در قرائت، در رکوع، در سجده و در نشستن. امام نماز را همچنان خواند که نمازخوان‌هایی که از پسش هستند آزار نیابند. این امر از برای واجب بودن است. اگر امام خلاف سنت کار کند، پس الله و رسولش را نافرمانی کرده است. و اگر مسلمانی که او را نصیحت می کند بدبینی کند و نصیحت‌های آنها را گوش نکند، داند که وی در یک خطر بزرگ قرار دارد، زیرا که وی مخالف سنت و آزاردهنده مردم است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم